طول تاریخ اتفاقات زیادی افتاده که زنها به صورت عمدی یا سهوی مقصر شناخته شدن. نه اینکه الان نمیشن، اما خب بیاین راجع به تاریخ صحبت کنیم تا بلای سرمون نیومده. نظر من خالی از لطف نیست که یه سری زنهایی که تو طول تاریخ هممون یک جور خاصی راجبشون شنیدیم، با توجه به اینکه اغلب کسایی که مورخن و نریتور تاریخ هستن مردن، با دیدگاه مردانه یا با دیدگاه عام جامعه که مرد سالاری هنوز هم در خیلی از جوامع رواج داره، با اون دیدگاه تاریخ رو نوشتن و ما اینجوری تاریخ رو به یاد میاریم. به نظر من خالی از لطف نیست که یه سری از زنایی که تو طول تاریخ بودن و اینجوری به ما شناسونده شدن بیایم دوباره بررسیشون کنیم و اصل موضوعشون رو یه جورایی در بیاریم. اولین کسی که میخوام راجبش صحبت کنم ماری آنتوانته. توی کل این ویدیو قراره راجب فکت هایی که ما راجب ماری آنتوانت میشنویم ولی حقیقت نیستن و من رفتم کندوکاو کردم گشتم و پیدا کردم که ماری آنتوانت واقعا اون کارا رو کرده یا نه. همه اصرار دارن که نه این زن پلیده و رفتم سرچ کردم و سعی کردم بی‌طرفانه بیام چیزایی که یاد گرفتم و شیر کنم. داستان اینه که اینا واقعیت تاریخه و چیزهایی که قبلا راجع به ماری آنتوانت شنیدیم دروغ تاریخه. بریم سراغ اولین فکتی که ما همه راجع به ماری آنتوانت 100% من مطمئنم حتی اگه برن 7 تا کهکشان اونورتر از یه آدم فضایی این بگن چی راجع به ماری آنتوانت میدونی، حتما اینو میگه. چیزی که تو ذهن همه ما میاد یک اشرافزاده پولدار بی درد و بی غمی که اصلا نمیفهمه مردم عادی مشکلاتشون در چه حدیه، که لوسه، دور از اجتماعه و توی این مایه ها ما میشناسیمش و همینطور ممکنه از روی استایل عجیب غریبی که داشت که البته همه داشتن تو اون زمان، اما چیزی که عجیب تر بود راجع به ماری آنتوانت کلاهای بزرگی بود و کلا موهاشو یه جور عجیب غریبی باشی ها میکشن. توجه به این مقدمه و اینکه میدونیم همسر لویی 16 بریم سراغ اولین فکت. همونطور که گفتم تقریبا همه جهانیان راجع به ماری آنتوانت اولین چیزی که احتمالاً یادشون میاد هست اینه که ماری آنتوانت به فقرا رفته گفته که اگه پول ندارین نون بخرین، به جای نون کیک بخورین. که این داستان که گفته میشه در اوج انقلاب مردمی که غذا برای خوردن نداشتن، اوضاع اجتماعی و اقتصادی بدی داشتن و اومدن جلوی کاخ، در حال یورش بردن به کاخ هستن، دارن آخرین حد تنفرشون و خستگیشون از این اوضاع رو بیان میکنن و حتی گفته میشه از گرسنگی مجبور شدن اسبی که مرده بوده رو بخورن. ماری آنتوانت میاد روی بالکن کاخ و میگه مردم چتونه؟ و مردم میگن ما گرسنه ایم، غذا نداریم، اوضاع اقتصادیمون بده، نون نداریم بخوریم. و ماری آنتوانت در جواب میگه که اگه نون ندارین بخورین کیک بخورید. این داستان باعث میشه خشم همه کمونیستای عزیز و بقیه انسانهای حامی حقوق نیازمندان و معمولی تر به جوش بیاد، خشمشون برانگیخته بشه، خونشون به جوش بیاد. نمیدونم چی گفتم قبل. و باعث میشه که ما همش با توجه به این داستان فکر کنیم که ماری آنتوانت یه اشرافی بی درد و بی درک بوده که تنفر عجیب غریبی نسبت بهش پیدا میکنیم بعد از اینکه همچین حرف واقعا پرت و پرت، مشخصه که طرف هیچ درکی نداره که این حرف رو بخواد بزنه. یه جمله‌ایه که خیلی باش جوک میسازم و تو تمام تقریبا فیلمایی که راجع به ماری آنتوانت هست بهش رفرنس داده میشه. این تنفر و این کلا جمله همش بر پایه دروغ و شایعه است و هم اصلا ماری آنتوانت این جمله رو استفاده نکرده. در اصل گفته میشه ماری آنتوانت اصلا شخصیتی نبوده که بخواد همچین جمله‌ای رو بگه. کسی که در اصل جمله رو گفته ماریتریس، ملکه اهل اسپانیای فرانسه بوده که همسر لویی 14 بوده و حتی اون هم این جمله رو استفاده کرد، از کلمه کیک استفاده نکرد.
گفته بود بریوش نونیه که با کره درست میشه و از نون و باگت‌های عادی فرانسوی گرونتره، اما بیک نیست، یعنی خامه و نمیدونم موز و گردو و لایه لایه و اینجور داستانا نیست. بریوش یه جور نونه اما خب باگت نیست، یه نونه یکم با کلاستر. گفته میشه این حرفیه که ماری تریس زده، زن لویی 14 بوده، اصلا ماری آنتوانت اون موقع به دنیا نیامده. وقتی این جمله توسط ژان ژاک روسو که یک فیلسوف فرانسوی بوده نوشته میشه و مردم این حرف رو میشنون، اون موقع ماری آنتوانت تازه 10 سالش بوده و تو اتریش بوده، چون اصلا اتریشی ماری آنتوانت. کلا بر پایه توهمه. تریس حرف کلی ترش اگه بخوایم بریم تو کانتکست این داستان نبوده که مردم فرانسه باید نان بریوش بخورن، اگه نخورن خیلی بی کلاسن. کلا داشته میگفته مردم فرانسه دور نون رو بیشتر میخورن و با دور نون حال میکنن، چرا بریوش نمیخورن. فکت دومی که راجع به ماری آنتوانت باید گفته بشه، همینطور که گفتم ماری آنتوانت اصالتا اتریشیه و اصلا فرانسوی نیست. در اون زمانها بین اتریش و فرانسه خیلی درگیری و جنگ و دعوا بود برای حدود 200 سال. وقتی در زمان بچگی لویی و ماری آنتوانت جنگ ها و درگیری ها توسط انقلاب دیپلماتیک 1756 از بین میره و تبدیل میشه به یه آشتی، تصمیم میگیرن که یک ازدواجی بین خودشون تشکیل بدن که این آشتی مستحکم تر بشه. بنابراین اون موقع وقتی ماری آنتوانت 10 سالش بود قرارمدار ازدواج ماری آنتوانت رو میذارن که وقتی 18 سالشون شد با هم ازدواج کنن. کلاً مردم فرانسه از اول از بیخ و بن با این موضوع مشکل داشتن که ماری آنتوانت یه اتریشیه، یه دشمنیه که اومده توی کشور ما شده ملکه ما، برای بچه هایی که یک ریشهشون برمیگرده به اتریش بعداً بشن پادشاه ما. فکت سوم اینه که ما تقریباً هممون یه حس ناخوشایندی به ماری آنتوانت ممکنه داشته باشیم، زیاد باش حال نمی‌کنیم و احساس می‌کنیم یه آدم لوسیه که شعور و هوشش هم زیاد بالا نیست. اما در حقیقت ماری آنتوانت هم EQ بالایی داشته هم IQ بالایی داشته. گفته شده که شخصیتاً آدم بسیار مهربون و حساسی بوده. به علاوه خیلی باهوش بوده، کمک‌های خیریه رو خیلی دوست داشته و زیاد کمک می‌کرده به خیریه. حتی نسبت به فقرا خیلی حساس بوده و در شرایطی اگه میتونست کمک کنه ولی به دلایلی نمیشد اون کمک رو انجام بده، خیلی از خودش دلگیر میشده. خیلی هم اصرار دارن که نه این آدم مجلل بوده، ما مدرک تاریخی داریم. بله مدرک تاریخی هست که این آدم خیلی جشن میگرفته، لباس عجیب غریب میپوشیده، کلاه سمتری میذاشته، همه این داستانا، ولی آیا این دوتا طرف شخصیت میتونن با هم تداخل داشته باشن؟ یه داستانی هم هست که میگن که ماری آنتوانت یه زمانایی لباس مید یا خدمتکار رو میپوشیده، خدمتکاری که شیردوش بوده لباس اون رو میپوشیده و میرفته به بزهایی که خیلی بهشون رسیده بودن و بهشون عطر زده بودن که بوی بهتری بدن، میرفته توی استبل اونا، طویله استبل نمیدونم برای بز چی استفاده میشه، میره اونجا و از اونها شیر میدوشه با لباس مید. اشتباه دیگه ای که مردم خیلی فکر میکنن ماری آنتوانت باعث و بانیش بوده انقلاب فرانسه است و ورشکستگی و اقتصاد بد فرانسه عاملش ماری آنتوانته. این دوتا رو وصل میکنن به هم. اما بذارین نپذیرم، یعنی شما میخواین به من بگین که جشن‌های ماری آنتوانت که یه ملکه‌ای بوده در فرانسه اون زمان که برای خودش ابرقدرتی بوده، اقتصاد فرانسه با اون عظمت رو نابود کرده؟ برای یک بار حق بگم که اینجا خداییش مقصر آمریکا بوده. در اون زمان آمریکا دچار شورشی بود و در حال انقلاب بود. فرانسه به شدت علاقه داشت که به آمریکا کمک کنه در این انقلاب، که از اون طرف بزنه تو پوز دشمن دیرینه خودش انگلیس و باعث بشه انگلیسی‌ها از آمریکا برن و فرانسه در واقع قدرت بیشتری توی آمریکا پیدا بکنه. تمام هزینه‌هایی که فرانسه مجبور شده بود برای پیروزی در انقلاب آمریکا بده باعث شد اقتصادش نابود بشه. یکی دیگه از دلایلی که باعث شد حتی این
روند اقتصادی بدتر بشه و مردم ناراضی تر بشن این بود که حالا تو اومدی یه خرج عظیمی کردی توی کشور دیگه، کلیساها و افراد پولدار و اشرافی و درباریا رو از مالیات معاف کردی. قانونشون طبق قانون اونا اصلا نباید مالیات میدادن، معاف از مالیات بودن. تمام اون بار و سنگینی اون بار که باید پولا رو دوباره برمیگردوندن به خزانه کشور افتاد رو دوش کیا؟ مردم عادی. فکت چهارم راجع به بازم شخصیت ماری آنتوانته. ماری آنتوانت و لویی در 10 سالگی با هم ازدواج میکنن. لویی به عنوان پادشاه فرانسه یه عالم کار داشته که باید انجام میداده و بعد یه آدم مقتدر و قدرتمند و با تدبیری میبوده که نبوده. یه آدم ضعیف و سستی بوده. آنتوانت به عنوان همسر این فرد وقتی متوجه میشه این چجور آدمیه، ساید دیگه خودشه که یه شخصیت قدرتمند و یک شخصیتی بوده که تصمیم گیری ها رو به جای همسرش انجام میداده رو نشون میده. در اون زمان که شما میدونید زنها اونقدر از لحاظ اجتماع برشون پذیرفته نبود که بیان کارهایی توی دربار انجام بدن. آنتوانت شخصیتی بود که مثلا تو سن نوجوانی حالت تامبوی داشت و دوست داشت که مشارکت کنه توی کشورداری و شخصی بود که به جای شوهرش با سفرا و وزرا دیدار میکرد، باشون صحبت میکرد. بازم میگم تو قرن 18 زن برابر مساوی بود با کارخونه بچه سازی. یعنی اگه نازا بود یا همسرش حتی نازا بود در دید مردم تقصیره باز گردن زنه بود، مشکل از خانومه بوده. بی مصرفی اون زن رو داشت نشون میداد این موضوع که بچه دار نمی شدن. و ماری آنتوانت و لویی هم برای 7 سال نتونستن بچه دار شن. تو میگفتن ما یه ملکه‌ای آوردیم از اتریش که این حتی بچه دارم نمیتونه بشه. اما همینطور که دیگه میتونید حدس بزنید و براتون عجیب نیست، داستان این بود که مشکل از ماری آنتوانت نبوده. لویی 16 یک بیماری داشته به اسم بیموسیس که فارسیش روم نمیشه زیاد توضیح بدم، اگه مشتاقین برین سرچش کنید. بعدن طی عمل جراحی این مشکلش برطرف میشه و بعدن ماری آنتوانت مثل چی براش بچه میاره. فکت بعدی راجب بازم شخصیت ماری آنتوانته. ماری آنتوانت شخصیتی بود که خلوت کردن و داشتن حریم شخصی و حریم خصوصی رو خیلی دوست داشت، چون که خانواده سلطنتی اتریش زندگی خصوصی تری داشتن. در فرانسه اینطوری بود که خانواده سلطنتی مثل لباسی بودن در ویترین که هر ثانیه باید یکی میومد نگاهشون میکرد. آنتوانت وقتی با لویی ازدواج میکنه، لویی به عنوان هدیه یه خونه‌ای هدیه میده که بعداً بهش گفتن پلژر هاوس. رفته اونجا حریم خصوصی و شخصی خودش رو داشته و دوست نداشته که زندگیش خیلی عمومی بشه. اتفاقی که میفته این بوده که بعداً درباری ها که میفهمن ماری آنتوانت چرا نیست، بعد میفهمن واسه خودش یه خونه داره، بعد میفهمن که راه نمیده ما رو تو خونهش و فقط دوستای صمیمیشو میخواد راه بده، ما پس چی؟ یه سری شایعه و حرف و حدیث در میارن. این شایعات انقدر میپیچه که مردم عادی واقعاً فکر میکردن ماری آنتوانت برای خودش یه خونه درست کرده که یک تیکه از بهشت روی کره زمین که این نمیذاره حتی کسی ببینه، چون میدونه اگه کسی ببینه مثلا مشخص میشه چقدر خرج کرده اونجا و چقدر زندگی جلل و عجیب غریبی اونجا برای خودش داره. که من عکس خونش رو میذارم، قضاوت رو میسپارم دست شما. حالا من عکس توشم سعی میکنم پیدا کنم بذارم. از این که مردم شایعه میپراکندند، شایعه میپراکنند که حاله میپراکنوندن شایعه درست میکردن. غیر از شایعه ها کاریکاتور و نقاشی و کارتون و اینجور داستان هم درست میکردن که هی خودشون رو عصبانی تر میکردن یه جورایی. فکت ششم داستان گردنبند. در سال 1785 یک کاردینال به اسم لویی دوروان فکر کرد داره با ملکه فرانسه که ماری آنتوانت باشه مکاتبه میکنه و داره اونو راضی میکنه که یه گردنبند گرون رو بهش بفروشه. روان قبلا به مادر ماری آنتوانت بی‌احترامی کرده بود و کلا ماری آنتوانت زیاد دل خوشی از روان نداشت
و روان فکر میکرد که اگه من بیام این گردنبند رو بهش معرفی کنم و بهش بفروشم، مثلا ما با هم آشتی میکنیم و اوضاعمون خوب میشه و دیگه رابطه شکرابمون از بین میره. جالبه که بدونین یکی از اولین کتفیشینگ های ثبت شده در تاریخ همین داستانیه که برای این کاردینال عزیز به وجود اومد. اون فکر میکرد که داره با ماری آنتوانت مکاتبه میکنه، نامه‌نگاری میکنه. در اصل داشت با یک خانومی به اسم ژن دولاموت نامه‌نگاری میکرد و ژن کسی بود که ادعا کرده بود که ملکه فرانسه است و حتی یک بار رفت خودش رو شبیه ماری آنتوانت کرد و کاردینال رو ملاقات کرد رو در رو. بعد از این ملاقات، بعد یه مدت، اون گردنبند گم میشه، ناپدید میشه. کاردینال این موضوع رو در واقع پخش میکنه که ماری آنتوانت اومد گردنبند منو دزدید رفت، یعنی حتی یه چیز مجللم که خوشش میاد پول نمیده بابتش. یه مدت ژن پیدا میشه و دادگاهی میشه و میفرستنش زندان. اما دیگه دیر شده بود، چون همه مردم دیگه به این باور رسیده بودن که آنتوانت آدمیه که با وجود اینکه این همه پول داره و این همه امکانات داره، نمیخواد به یک کاردینال بابت گردنبندی که حالا خودش هم خوشش اومد و همه این داستانا مبلغی رو پرداخت کنه. فکت آخر راجع به ماری آنتوانت، دیگه رسیدیم به روزهای آخر زندگیش. برخلاف هر کی که شما فکر کنید قرار اعدام بشه، ماری آنتوانت یه شخصیت خیلی آروم و متینی داشت. حتی تا لحظه های آخری زنده بود سعی میکرد آرامش خودش رو حفظ کنه و داد و بیداد و داستان درست نکنه. حتی گفته شده که در لحظه ای که قرار بود دستشو بگیرن و ببرنش زیر تیغ گیوتین، اشتباهی پای اون کسی که سربازی که دستشو گرفته بود و داشت هلش میداد و میکشیدش که ببرتش، اشتباهی پاشو لگد میکنه. خیلی با احساسات زیاد از اون عذرخواهی میکنه بابت اینکه پاشو لگد کرده. از اینکه اعدام بشه، خب دادگاهیشون کردن. حدود 32 ساعت دادگاه ماری آنتوانت طول کشیده بود. توش انگ‌های عجیب غریبی بهش زدن. یکی از اون انگ‌ها این بود که ماری آنتوانت و لویی همینطور که گفتم بعد مدت زیادی بچه دار شدن و وقتی پسر دار شدن ماری آنتوانت خیلی وابسته بود به پسرش. برای هر سلطنتی که وارث مرد میخواد، پسر دار شدن چقدر مهمه و این رابطه نزدیک ماری آنتوانت و پسرش رو توی دادگاه طوری جلوه دادن که این رابطه نامناسب بوده. یکی از آخرین حرفایی که ماری آنتوانت زده و نوشته این بوده که خب خیلی بهش میگفتن الان قراره بمیری، چه حسی داری؟ اون گفته بود که از اون جایی که وجدانم بیداره احساس آرامش دارم و اصلا ناراحت نیستم از اینکه قراره بمیرم. آدم واقعا خانواده دوستی بوده. وقتی قرار بود بین زندان و آزادی یکیشون رو انتخاب کنه، در بحبوحه انقلاب خواب میکنه که تو زندان بمونه صرفاً به این دلیل که پیش خانواده‌اش باشه. برای آزادی بقیه اعضای خانواده‌اش خیلی تلاش میکرد، برعکس خود لویی که پادشاه بوده و هیچ تلاشی نکرد، هیچ نامه‌ای نزد. ماری آنتوانت چندین بار نامه نوشت و فرستاد به آدمای مختلف، ازشون درخواست کرد اعضای دیگه خانوادهشون که هیچ ربطی به سلطنت، مثلا سنشون کم بوده یا ربطی به دربار و سلطنت نداشتن، برای اونا نامه میزد و برای آزادیشون خیلی تلاش میکرد. خب این آخرین فکتی بود که من راجع به ماری آنتوانت میخواستم تصحیح کنم، این فکت های تاریخی راجع به این بنده خدا رو. در کل میتونم بگم که زنها در تاریخ خیلی چیزای عجیب غریبی راجبشون گفته میشه و قضاوت، مردم اونا رو طوری قضاوت میکنن که انگار ارث باباشونو خوردن. اگه یک مرد خیلی از این کارا رو بکنه براش امتیازه، یه زن اون کارا رو بکنه یه پوان منفی براش حساب میاد. مثل کاترین روسیه حتی براش حرف در آوردن که با اسب رابطه داشته و این داستان ادامه داره. یعنی هر زن قدرتمندی در تاریخ، حالا اون موقع زنهای قدرتمند حتما ملکه بودن یا یک فردی در دربار بودن، رفته رفته در حداقل 1-2 قرن اخیر ما زنهایی داریم که اونقدر تاپ نیستن از لحاظ سیاسی، ولی از لحاظ اجتماعی و
هنری و غیره کارهای مهمی انجام دادن که باز مورد قضاوت و تنفر قرار گرفتن به خاطر اینکه کارهایی کردن که یا بد به گوش ما رسیده، اینکه یکم متفاوت بوده نسبت به باقی زنها و یکم شبیه همه مردها بوده. من خیلی از این داستانها خوشم میاد چون داریم حقیقت رو بررسی میکنیم. کم میشه که آدم بتونه حقیقت یه چیزی رو در بیاره و راجبش صحبت کنه. دوست دارم این سری رو ادامه بدم با زنهایی که در تاریخ اشتباه ما راجبشون قضاوت کردیم. با این موضوع میخوام این ویدیو رو تمام کنم و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و چیزای جدیدی با من یاد گرفته باشید و تا بعد، خداحافظ.